سلام، من رسول غلامی هستم و تو این ویدیو قصد دارم ماجرای تأسیس وبسایت تستخاک.com و اینستاگرام تستخاک رو براتون تعریف بکنم. ماجرای جالب و شنیدنیه و میتونه برای کسایی که میخوان وارد فضای مجازی بشن مفید باشه. ما قبلا یه ویدیو مفصل ساختیم و روش‌های کسب درآمد از طریق فضای مجازی رو تو شرح دادیم. ماجرایی که امروز میخوام براتون تعریف بکنم میتونه یه مثال موردی بشه، یه کیس استادی باشه. پس اگر شما هم دوست دارید بدونید که اصلا چی شد ما وبسایت تستخاک.com رو تأسیس کردیم، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. ماجرا از زمانی شروع میشه که من وارد مقطع دکترا شدم. ببینید، احتمالا قبلا از صحبتهای من به یاد دارید که من بعد از اینکه فوق لیسانسم رو گرفتم یه چیز هول و هوش 5-6 سال فاصله افتاد بین فوق لیسانس من تا دکترام. داستانش هم از این قرار بود که 2 سال خدمت رفتم، بعد وارد بازار کار شدم، یه خورده کسب درآمد کردم، بعداً رفتم سراغ ادامه تحصیل که در واقع عشق و علاقه‌ام بود. الان هم هست البته. ولی خب بدون پول که نمیشه درس خون. یعنی من قبلا هم توصیه کردم، یه ویدیویی داشتیم، حالا لینکش این بالا میاد، که چطور توی آزمون دکترا موفق بشیم. داخل اون توصیه کردم که اگر جیبتون پر پوله برید دوره دکترا رو بخونید. با فقر و بیچارگی و تنگ دستی اصلا نمیشه درس خوند. مخصوصا برای ما پسرها که دیگه سنمون هم میره بالاتر، دیگه 27 سال حداقل 30 سال سنمون میشه، دیگه نمیشه پول از پدر مادرمون بگیریم. من هم چون به این قضیه اعتقاد داشتم، بعد از اینکه فوق لیسانسم رو گرفتم یه مقدار کار کردم، کسب درآمد داشتم، بعدش رفتم ادامه تحصیل دادم. حالا بگذریم این مسائل. میخوام اینو بهتون بگم که فاصله ای افتاد بین درسایی که من خونده بودم. بعد از اینکه وارد دوره دکترا شدم، خب بالاخره حسابشو بکنین 6-7 سال از درس و اینا دور بودم. حالا کجا رفتم قبول شدم؟ دانشگاه صنعتی شریف، سختگیرترین و دیگه بهترین دانشگاه مهندسی کشور که دیگه آوازشو همتون احتمالا شنیدید دیگه. حالا من سنم از بقیه بالاتر، اونا اکثرا مستقیم از همهشون 5-6 سال بزرگتر بودم و درسام کلا یادم رفته بود. بعد استاد راهنمای من وقتی که باهاش صحبت میکردم به من گفتش که برو یه سری آزمایش‌های ایندکس انجام بده، آزمایش شاخص، مثلا مثل هیدرومتری، دانه‌بندی، حدود اتربرگ. این آزمایش ساده آزمایشگاهی رو روی خاکی مد نظرش بود که من برم انجام بدم. خب وارد آزمایشگاه شدم. فضای آزمایشگاه هم یه جوریه که مثلا هر کی تو کار خودشه، اینجوری نیست مثلا کار گروهی انجام بشه. توی آزمایشاتی داری، بغل دستی داره آزمایشای خودش رو انجام میده. بعد وارد که شدم، فکر میکنم آزمایش هیدرومتری بود میخواستم انجام بدم یا حدود اتربرگ. بعد دیدم خدا اصلا هیچی یادم نیست. اومدم آزمایش انجام بدم، دیدم اصلا هیچی بلد نیستم. یادم بود که قبلا انجام دادم به درستی، ولی خب حضور ذهن نداشتم. شاید مثلا یکی یه ذره به هم میگفت این رو کاملا متوجه میشدم، ولی خب نه دیگه. اون روز من یادمه که بعد از ظهری هم بود دیگه، همتون میدونید من صبح خود دیر از خواب پا میشم، اون موقع هم همینطور بودم. بعد از ظهر رفته بودم آزمایشگاه و اون کارم نیمه کاره موند. رفتم 1-2 نفرم بپرسم، اونا هم جواب سربالا به من دادن. یه خورده فضای دانشگاه شریف هم اینجوریه که خیلی کسی به کسی کمک نمیکنه. البته شامل همه نمیشه. من خودم توی دانشگاه شریف خیلی دوستای خوبی دارم که واقعا گلن و آقا، اما یادم اون روز از 2-3 نفر که پرسیدم انگار که مثلا دلشون نمیخواست کمکم بکنه. هر کی درگیر کار خودشه و فضا یه جوری بود که اونا هم نتونستن منو کمک بکنن. کار من همونجوری لنگ موند.
بعد اومدم با گوشیم سرچ کردم توی گوگل. اون موقع هم خب مثلا یه حجم خوبی داشتم در واقع. خود دانشگاه به دانشجوها اینترنت رایگان میداد، فضای مجازی خیلی میچرخیدم، سرچ کردم اینور اونور. بعد دیدم مثلا برای آموزش آزمایش‌های آزمایشگاهی هیچ سایتی وجود نداره که حتی 2 کلمه بگه هیدرومتری اینه، اینجوری انجام میشه. فقط 1-2 تا آیین‌نامه ASTM بود که اون هم باید برای دانلودش نمیدونم چقدر دلار پول میدادیم. ما هم که طبیعتا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. پس تلاشم از اون سمت هم ابتر موند. کتابم که دسترسی نداشتم دیگه. میدونستم اگه مثلا برم به کتاب داس مراجعه بکنم هستا تو اون کتاب، اما خودتون میدونید دیگه ما اکثرا تنبل هستیم. آی برو کتابخونه کتابه رو بگیر بخون، اینا کسی انجام نمیده که. بعد دیگه همینجوری کار من موند دیگه. این قضیه موند و تا اینکه یه مدتی گذشت. توی دانشگاه شریف یه اتفاق خیلی خوبی که همیشه میفته، الان هم همینطوره، آموزش‌های مختلفی میذارم برای دانشجوها. مثلا من خودم آموزش‌های عجیب و غریبا، مثلا آموزش تشخیص رنگ خودرو که مثلا تو بری بفهمی خودرو رنگ شدگی داره یا نداره، من خودم شرکت کردم تو این کلاس. آموزش آشپزی صرفا اینجوری نیست مثلا آموزش‌های تخصصی راجع به نرم افزاری رو بدن، آموزش‌های دیگه هم داره، مثلا به اینکه فنی به کسی یاد بده، آموزش ورود به بازار کار، یه سری مسائل این چنینی هم هستش که مثلا بعضن توی بیلبورد دانشگاه من میبینم که آموزش همچین چیزی هست. یه روز که داشتم از دانشگاه میرفتم به سمت پارکینگ دانشگاه که برم خونه، دیدم رو بیلبورد یکی از دانشکده ها نوشته آموزش طراحی سایت. بعد این کلاسایی هم که توی دانشگاه شریف برگزار میشه تقریبا همشون رایگانن، یا با هزینه بسیار بسیار ناچیز، یا رایگانه یا خیلی هزینهش کمه. این کلاسی هم که من دیدم یه هزینه خیلی 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 کمی داشت. بعد نگاه کردم و اینا، دیدم بله این کلاس مثلا این روزا برگزار میشه، جلسه اولش هم مثلا فرداه. یعنی اگه مثلا چند روز دیگه میدیدم دیگه به دردم نمیخورد. زنگ زدم و سریع ثبت نام کردم، اون مبلغ کم رو هم واریز کردم، رفتم سر کلاسا شرکت کردم. خیلی کلاس خوبی بود. اونجا طراحی سایت رو یاد گرفتم و ایده‌ش هم ته ذهنم بود دیگه، میدونستم هم که میخوام چی طراحی بکنم. و اونجا من طراحی سایت رو کاملا یاد گرفتم. این شد که سایت تستخاک.com رو هم تأسیس کردم با این هدف که بیام توش آزمایش‌های مکانیک خاک رو تدریس بکنم. تدریس که نه، یعنی چجوری بهتون بگم، نه تدریس شاید کلمه خیلی بزرگیه که گفتم، راهنمایی کنم دانشجوها رو یا مثلا کسایی که میخوان آزمایش‌های شهری رو انجام بدن که به زبان خودمونی باشه، در واقع کارشون به نوعی راه بیفته. اگر یه جای گیر کردن دیگه نرن سراغ کتابایی که تو زیر زمین دارن و اون نکات کلی رو بگیم یه جوری که در واقع کارشون راه بیفته. من هیچ جا ادعا نکردم که مثلا وبسایت testkhak.com میتونه جای STM رو بگیره، میتونه جای استاد راهنماتون رو بگیره، یا میتونه جای نظام مهندسی رو بگیره. اصلاً اتفاقا بعضا به من پیام میدن میگن که مثلا وبسایتتون رو رفرنس بدیم تو مقالمون، چه میدونم رفرنس بدیم به شورای انتظامی نظام مهندسی. میگم اصلا هیچ وقت سایت نمیتونه جای مقاله رو بگیره، هیچ وقت وبسایت نمیتونه جای کتاب رو بگیره. برای این کارهای مهمتر طبیعتا باید به مراجع رسمیتر مراجعه بکنید. اما به صورت دم دستی یه جا گیر کردی میخوای آزمایش دانسیته انجام بدی، خیلی سریع میتونی توی گوگل سرچ بکنی آزمایش دانسیته در محل، اون وبسایت بیاد و کارت رو راه بندازه. در واقع هدف من این بود از اولشم. و با راهنمایی که استاد مربوطه اونجا داشت، آقای اسمشون هم اگه فکر بکنم یادم میاد، آقای میلادی بود، تقریبا هم سن و سال خودمون هم بود، یه کوچولو اما بزرگتر بود. قشنگ با صبر و حوصله همه اینا رو به ما یاد داد و ما وبسایتمون رو تأسیس کردیم.
اما بعد از اینکه وبسایت تأسیس شد دیدم آقا هیچکی اصلا سایت من نگاه نمیکنه، هیچکی اصلا علاقه‌مندی نداره. در واقع مثل این میمونه که حالا مثالش هم قبلا زدم، فرض کن شما یه کارخونه میسازید، یه محصولی تولید میکنه، یه کفشی تولید میکنه، یه روغن موتور اصلا تولید میکنه. تا وقتی اون محصول با ارزشه که اونو ببری برسونی به دست مصرف کنندهش، در واقع تو باید وقتی مثلا یه کفش تولید میکنی توی کارخونه ای توی 30 کیلومتری شهر تهران، 2 تا هم باید کامیون بخری اینا رو برداری بیاری شهر، وگرنه اونجا تو بهترین مساله هم توش استفاده کنی تا وقتی دست مصرف کننده نرسه به درد نمیخوره. ما اومدیم دیدیم چیکار کنیم چیکار نکنیم که این به دست مصرف کننده خودش برسه. این شد که فکر تأسیس یه پیج اینستاگرام هم به ذهنمون اومد و در کنارش، یعنی مثلا 2 سال بعد از اینکه وبسایت testkhak.com رو زدم، اینستاگرام به ذهنم اومد که بزنم. قبل از این بودی که فیلتر و اینا هم بشه. بعد برخلاف اون وبسایت که خیلی دیر گرفت و خیلی دیر متوجه شدن، اینستاگرام خیلی ازش استقبال شد. بعد خدمتتون عرض کنم که خیلی زود رشد کرد، زود شد 10K 20K 30K و تقریبا روی 30K باقی موند. الان سالهای ساله که هولوش 32-33 هزار نفر دنبال کننده داره. رشدش خیلی سریع بود ولی روی 30 به یه ثباتی رسید. علت این که به ثبات هم رسید یه علت مشخصی داره، چون که پیج اینستاگرام تستخاک یه پیج تخصصی عمرانیه، اونم دازه یکی از گرایش‌های عمران، ژئوتکنیک. در واقع تمام ژئوتکنیکی‌های کشور همینان که میبینید، یعنی اصلا بیشتر از این نیست. مثلا مخاطب من عوام مردم نیستن که مثلا من تولید کننده لباس و پوشاک نیستم که بگم از بچه کوچیک تا پیرزن و پیرمرد 70 ساله مخاطب منن. نه، یه تعداد خیلی محدودی هن که همین 30,000 نفری هن که شما میبینید و بیشتر هم هیچ وقت نمیشه، کمتر هم نمیشه. همین تعداد خواهد موند، چون تمام ژئوتکنیکی ها، تمام آزمایشگاهی ها، تمام مکانیک خاکی ها همینایی هن که اینجا هن. به رشدش رسید و سقفش رو زد و الان سالهای ساله که 32-33 هزار نفر دنبال کننده و دوست برای من درست کرده که من با همشون دوستم. خب اینم از ماجرای تأسیس وبسایت testkhak.com بود. راجع به یوتیوب هم بهتون بگم، چون من میدونید یه وبسایت دارم، یه اینستاگرام دارم، یه دونه یوتیوب دارم. 2 تا اول توضیح دادم. راجع به یوتیوب هم یه چیزی بهتون بگم. یوتیوب هم خیلی تازه است، همین اخیراً تأسیس کردیم، اونم به خاطر کسب درآمدشه. حقیقتاً الان همین ویدیویی که شما دارید میبینید احتمالاً توی یوتیوب به خاطر اینه که من در قبال این کارهایی که میکنم یه درآمدی هم بتونم کسب بکنم. قبلا تو ویدیوی چگونه از فضای مجازی کسب درآمد بکنیم که لینکش این بالا هست کاملا توضیح دادم که چطوری یوتیوب بهتون پول میده. میتونید خودتون هم همچین پیجی رو بزنید. ما هم در واقع این پیج رو تأسیس کردیم که ویدیوهای آموزشی که توش میذاریم از قبل بازدیدی که توش رخ میده بتونیم یه سری کسب درآمد داشته باشیم. در واقع یه خورده منفک از اون وبسایت تستخاک و اینستاگرام هست. اون 2 تا مکمل همن، با همدیگه یه جوری همدیگه رو تکمیل میکنن، با همدیگه جلو میرن. یوتیوب یه خورده کاراش فرق میکنه. اینجا بیشتر برای اینه که ویدیوهای ما رو ببینید و از این طریق بتونیم کسب درآمد داشته باشیم. بسیار خوب، خیلی خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و با دیدن این فیلم یه جرقه‌ای تو ذهنتون تشکیل بشه که شاید شما هم بتونید یه روند مشابهی رو پی بگیرید یا اینکه یه خلاقیت دیگه‌ای بزنید. گاهن مثلا آدم روایت کسب و کار یه نفر رو گوش میده، شاید نره همونو تقلید بکنه، ولی مثلا میبینه این از اینجا شروع کرد، اینجوری رفت، اونجا رفت، پس شاید من هم بتونم مثلا از این مسیر برم. اینجوری میشه که بعضی موقع یه جرقه تو ذهن آدم میزنه و آدم خودش یه
کاری رو پیش میبره. از این باب شاید دیدن این ویدیو براتون مفید میتونسته بوده باشه. بسیار خوب، خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. اگر این فیلم رو مفید یافتید در اشتراک گذاری اون با دیگر دوستانتون جدا کوشا باشید. همیشه یادتون باشه میتونید آخرین اخبار ژئوتکنیکی و بروزترین آموزش‌ها در زمینه آزمایشگاه مکانیک خاک رو تو وبسایت خودتون با آدرس testkhak.com مشاهده کنید. این پیج تست خاک رو هم سابسکرایب بفرمایید، دکمه زنگوله رو در حالت آل قرار بدید که اگر ویدیویی از سمت ما منتشر شد اولین نفری باشید که بتونید این ویدیو رو مشاهده بکنید. اگه سوالی چیزی هم داشتید زیر همین ویدیو تو بخش کامنت ها و دیدگاه بپرسید، پاسختون رو خواهم داد.